سلام، درود. امروز یه خبر خیلی جالب شنیدم و کلی خوشحال شدم. دیگه یوتیوب به هیچ کس تو ایران پول نمیده. یعنی هر چیزی که فارسی باشه، نه اینکه آیدی مال ایران باشه ها، نه، آیدی ایران مسئله این نیستش. فارسی، یعنی این سیستم AI که اونجا فعاله، به خاطر تحریم ها دیگه به فارسی پول نمیگن. خب اینم خیلی عالی. یعنی یه سری آتا آشغال برنامه های در پیت، دو نفر میشینن روبرو هم دیگه مزخرف میبافن و اینا، همه تموم شد. فقط اونایی موندن که واقعا دارن آگاهی میدن و از ته دلشون کار میکنن، ولی دیگه پول در آوردن تمامه. و واقعا اینو تبریک میگم به همه اونایی که یوتیوب رو میبینن و خیلی هم خوشحالیم ما.